من را 3 بار از یک جواب برادری که در همین قوم است نخواستم را 3 بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جواب داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سال نو، قید گرفتن سال نو. ما با حکومتدارا و با مکتبها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند. لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کند؟ من اینقدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست، این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما 2 عید دارند، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، ایرا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش، اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما همین قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری به 100 زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دل مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاصی آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است، این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگه اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین، با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدهین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نی، به دست مولم نی، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگر چندی تلخ است. گفتم پیغمبر محبان خورده ست سنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری راه، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگه دی سگ ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگ ها دارند او او. این کاروان ها رفتن میگیرد، سگ ها جکیدن میگیرد. این یکی سگ از سگ های خداست. جشنی موسمی ملی قدیمی مردمی فارسی زبان و تاجیک است که قبل از اسلام این جشن را همچون احیای زنده شوی موجودات و گرم شوی فصل جشن می گرفتند و همزمان برابر شوی شب و روز.
پس مادامی که چنین هست و این به عبادت‌های یگان خللی وارد نمی‌کند و به عقیده اسلامی هیچ گونه ضدیتی ندارد، پس به همین خاطر این را اکثریت اهل علم و خود در گذشته خود در زمان معاصر این را قبول کردن و همچون یک جشن ملی فرهنگی قدیمه قبول کردن. عمل کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم است. از زیارت گرفته تا مسجد. امروز بغیر از دشمنی سنت رسول الله بدبختای ملحدین دور از شرافت مجلس و مردمای متدین، کسایی که دین یاد نداره میره در گرد میز گرد میشینه که حتی کلمه طیبه را تشریح کرده نمیتونه. روا بودن و ناروا بودن نوروز فتوا میده. در کدام مدرسه خواندی؟ کدام کتابه تو ترجمه و تفسیر کردی؟ فقط چند روز برفتنی پانزه شرعیات سمبولیک شهادت نامه گرفتی؟ این دین است. دین برای خود فهم کار داره، دین برای خود مطالعه کار داره. هر کس به مسندی فتواوی و میز فتوا ششته نمیتونه که هر آدمی لوبالی بخیزه مسائل دین ربط بده به عنعنات. تو اسلام دشک است که تو پشت عنعنه میگردی. در جمعه گذشته گفتم که 3 نفر مبغوض‌ترین اشخاص به نزد الله است و مبتغین فی الاسلام امر الجاهلیه. امور جاهلیت در اسلام طلب داری، مردم باز به او دعوت میدی. کدام مسلمان؟ تو مفتی جور میشی، ژورنالیست و خبرنگار امروز مفتی است. عجیب نیسته؟ کدام عالمی برجسته؟ ما خو مفتی را در افغانستان هم کسایی که واقعا فتوا بده وجود نداره. ما ببینم یک نفره که هر مسئلهش زمان فتوا میده آیت و حدیث تیر کنه دلیل و سند. این فتوا میگه. بله فتوا است یا جوز و لا یجوز. کتاب فقه را کشیده آدمی که 4 روز فقط خط فارسی را یاد داره از او فتوا داده میتونه. در جمعه پیشینگه براتون نگفتم که فتوا چقدر باریکات داره؟ نوروز حرام است. گفتم نه، غلط میگی، خطا میکنی. نوروز حرام نیست، تجلیل و بزرگداشت نوروز حرام است، تعظیم نوروز حرام است که روز تو ارزش میدی، اهمیت میدی. چرا؟ روز خوشی زردشتی است، مجوسی است. ما مسلمان به عیدای خود افتخار داریم، به روزهای خود افتخار داریم. ما نیاز و محتاج به روزهای و کسایی که آتش پرستش میکنه به روزهای خوشحالی از ما نیاز نداریم. پیغمبر علیه السلام میگه آخرت در یادتان میاره. امروز این زیارت ها به می مقصد میشه. این دخترای فاحشه که لچ و لغندر حالی در گرد مقبره ها میگرده، این الله را میشناسه؟ این رسول الله را میشناسه که به زیارت میره؟ این فقط یادتان باشه اینجا زیارت مقصد نیست. تخصیص روز کی کرده؟ چهارشنبه را کی خاص کرده؟ روز نوروز برای زیارت کی خاص کرده؟ هرگاه یک عبادت در دین روا باشه، لیکن وقتی تو خاص میکنی ناروا میشه. نفل خواندن رواست، ولی وقتی که شب جمعه را خاص میکنی رسول الله میگه نارواست. روزه گرفتن رواست، ولی وقتی که خاص میکنی به روز جمعه ناروا میشه. تو دین میفهمی یا نمیفهمی؟ تشریع از خود نمیتونی. یک عبادت که مطلق است مقید نمیتونی که در فلان وقت خیرات رواست، لیکن تو بدبخت میخیزی ایره در سری قبر، ایره در حلوای شام، ایره در 3 و 4، ایره در جمعگی، ایره در چلی، ایره در سال پیرگی خاص کردی. تو شارع هستی؟ تو قانون گذار هستی؟ یعنی که تابع دین هستی. امروز مردم دین نمیفهمن، فکر میکنه ما کاری خوب میکنیم. 4 دانه جاهل دیگه که از حدیث رسول الله بوی نمیبره نشسته است، مردم برش خوش است، وهابیا پیدا شده، خیرات من نمیکنه، زیارت من نمیکنه. شما بگوی مردم کسی که خیرات مطلق من بکنه کافر است یا مسلمان؟ کافر است. دعا را مطلق من نکنه کافر است یا مسلمان؟ کافر است. زیارت مطلق من نکنه کافر است یا مسلمان؟ لیکن این جاهل بدبخت ریش کلان عبا و قبا مردم فریب داده رو است. تو لعنتی تو یک دفعه حدیث رسول الله را بخوان،
کسی هم قائل است که خیرات قبول نداشته باشه؟ انکار از خیرات خو انکار از قرآن است، از حدیث پیغمبر است. تو همیقه گپ تا درست گفته نمیتونی. بله بدعت یا من نمیکنه، چیزی که بدعت است که تو تشویق داده رویستی او را من نمیکنه. میفهمی یا نمیفهمی؟ تقلید از کجا آمده بود؟ که روا عبادت روا باشه که خاص میکنی، تو خدا نعوذ بالله شریک کردی، با شارع خدا شریک میکنی. الله خوی روا کرده، خو این عبادت ما خاص میسازم در فلان وقت. خو یک روا کننده توستی خیر. چرا امروز روزای چهارشنبه و نوروز چرا خاص شده؟ پیغمبر گفت تذکرکم الاخره، زیارت آخرت در یادتان میاره. راستتان بگوی سفر ما برای عزیزت که آخرت یادی ما بیا. چقدر نمازا این دخترایی که میره دور از او دخترای متدین که واقعا در کالای خواری و در کارای حجاب سطر اسلامی میره و واقعا روز خاص نمیکنه، سفر نمیکنه، در اختلاط جایی که اختلاط است اونجا نمیره. امروز قبرای ما چی گپ است؟ ملنگ نشسته است دور از مسجد و شرافت شما، آلی تناسلیش لوچ است، عورتش شرمگاهش لوچ است. زن برش میره برش میگه دعا میکنه لعنت الله سر تو زن و مرد که همچی شخصی خبیثی خائن و شیطانه، میری از این دعا طلب میکنی. او تعالی را فرض الله را ترک کرده، فرضی که حیوان پت میکنه. حیوان عورت و شرمگاهش لوچ نیست، نمیکنه. و این انسان بله تابعدار امون لعنتای اروپایی و غربی هستن. اما حیوان صفتا زندگی انسانی خوجه نیست. مرد درشی داره، زن لوچ است. ندیده تظاهرات نمیکنه، زنان لشکران لوچ نبرآمده در اروپا. باز تو مسلمان تابعداری امو خبساره، امو شیاطینه، امو حیوان صفتا را کرده رویستی، مدح ازو را کرده رویستی، دموکراسی لعنتی را دیگه هم تشویق و ترغیب کرده رویستی.